سلام دوستان، آموزش شیری برنج رو داریم امروز. یک لیوان آب، یک لیوان برنج روی حرارت ملایم میذاریم. بعد شیر پرچبی کنیم لیتر اضافه میکنیم و هم زدنمون ادامه میدیم. خامه رو میبینید شما. خوب هم میزنیم. شیر برنجمون یک لیوان شکر داریم، یک لیوان شکرمون اضافه کردیم. هم زدن رو ادامه میدیم تا که شیر برنجمون جا بیفته. 2 قاشق کره رو داریم، 2 قاشق کره رو اضافه میکنیم. باز هم خوب هم میزنیم که تا جا بیفته شیر برنجمون. خامه رو اضافه میکنیم. 200 گرم خامه داشتیم، خامه رو اضافه کردیم. خوب هم میزنیم. به هم زدنمون ادامه میدیم. هلو داشتیم با گلاب هم اضافه میکنیم. هر چقدر دوست داشتیم میریزیم. بعد دوباره هم زدن رو ادامه میدیم. خوب هم میزنیم. شیر برنجمون آماده شد. توی دیس میکشیم. روشو با پودر پسته، با پودر هیل، هرچی دوست داشتیم تزیین میکنیم. نوش جان.